سلام. امروز میخوام یه باقلوای خوشمزه و خیلی ساده رو براتون بگم. این باقلوا رو باقلوای لوله‌ای یا باقلوای ساق عروس هم میگن. برای تهیه این باقلوا من از خمیر آماده فیلو استفاده کردم. برای مواد میانی از بادام، پسته، گردو، نارگیل، برای روی اون شربت و کره استفاده میکنم. خمیر فیلو رو باز میکنم، به مقداری که نیاز دارم بر میدارم و بقیه اونو به خاطر اینی که هوا بخوره خشک میشه سریع جمع میکنم. من خمیر رو به اندازه‌ای که میخوام قیچی میکنم چون سایزش بزرگه، پهنای اون زیاده و بقیه خمیر رو همینطور که گفتم جمع میکنم که هوا نخوره و خشک نشه. درست کردن باقلوای ساق عروس بسیار ساده است. بعد اونا رو با قلم آغشته به کره میکنم. کره‌ای که ذوب کردم قبلا. کره رو روی بخار آب ذوب کنین. بعد میتونین از هر کدوم جدا یا اینکه مخلوط از این مغزها بریزین. من گردو، بادام و پسته رو مخلوط میکنم و از اونها یه طرف خمیر میذارم و اونو به شکل لوله‌ای میپیچم. دوباره باز این کارو میکنم. تمام خمیرها رو که برش زدم به همین شکل اول کره میمالم، به خاطر اینی که طول اون زیاده دلاش میکنم. دوباره باز روی اونو کره میمالم و بعد یه طرف اون از مواد میانیمون میذارم و اونو خیلی محکم لوله میکنم. میتونین اگر خواستین توی اون هل و پودر قند هم بریزین، اما به دلیل اینی که توی شربت هل دارم و شربت میریزم روش و خیلی شیرین میشه، من از پودر قند استفاده نمی کنم. بعد اونا رو توی یه پیرکس که ته اونو چرب کردم میذارم. وقتی که تمام اونا رو توی پیرکس گذاشتم، روی اونو با کره‌ای که ذوب شده آغشته میکنم. کاملا شیرینی‌ها آغشته به کره بشه. و بعد اونو توی فری که از قبل گرم کردم با 180 درجه سانتیگراد برای مدت 25 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. و شربت که قبلا طرز تهیه اونو گفتم، خنک شیرینی داغه، روی اون میریزم. همینطور که میبینین کاملا داغ شیرینی و جزش در اومده. برای تهیه شربت به لینک آخر همین ویدیو توجه کنید. این شیرینی برای اینکه شربت کاملا به خوردش بره باید حتما دست کم 3 ساعتی بگذره، اما اگر یه شب داخل یخچال بمونه خیلی بهتره. بعد روی اونو با پودر پسته تزیین میکنم. شما از هر مغزی که خواستین میتونین برای تزیین روی اون استفاده کنین. این باقلوا ساده ترین و راحت ترین باقلواییه که میشه پخت. اگه توجه کنین آدرس اینستا و تلگراممو پایین همین ویدیو گذاشتم که اگر دوست داشتین فیلم ها رو روی اینستا یا تلگرام ببینین. عزیزان اگر دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین، به اشتراک بذارین و به دوستاتون معرفی کنین. ممنونم. خدا نگهدارتون.